جلو، پا میاد رو پنجه. ببین دستتو بذار رو زمین، عقب پاشنه، میرم جلو، پنجه، عقب پاشنه، میرم جلو، پنجه. با سرت از زمین جدا میشه تا همراهیت کنه. حالا میریم برای سمت بعدی. برای هر دو طرف 10 بار این کار رو انجام میدیم، 4 ست هم که تکرارش میکنیم. کامل باید کشش رو توی عضلات داخل رویتون با انجام این حرکت احساسش کنید. و برای حرکت بعدیش که میخوایم یه لول سخت‌ترش کنیم، دوباره تو همین حالتی، خب ولی دیگه ببین منو شست پاتو دیگه به هم نمیچسبونی، پاهاتو جدا میکنی از هم. یعنی چی؟ یعنی زانوها جدا میشینیم، دیگه اینو نمیچسبونی، این بازه. حالا اینجا بدنتون بره به سمت عقب، میره به سمت جلو، پاهات از هم دیگه بازه. دیگه از پشت پاهاتو به هم دیگه